در چه سال این آیه نازل شده در کتب اهل سنت؟ اون چیزی قول صحیح چیه که در چه سالی؟ چون قدیر که در اواخر، یعنی 12 روز به پایان سال هجری قمری سال 10 هجری مونده بود که قدیر اتفاق افتاد و یعنی آخر سال. حالا این در چه سال نازل شد؟ آیا در سال 10 قبل از قدیر، بعد از قدیر، در روز قدیر، سال 9 8 در چه سال نازل شد؟ این قطعا قبل از حجة الوداع بوده و قبل از قدیر این اتفاق افتاده. اما وجه استدلال در اینجا فقط این نکته هست و این به نکته توجه بکنید که شیعه استدلال میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که قبل از منا بود یا در منا بود یا در عرفات بود یا در مسیر بود که از مکه برمیگشت به قدیر، در نزدیک های قدیر، میگن این آیه نازل شد. سبب نزول این آیه رو میگن که دستور صادر شده از جانب الله متعال که به مردم ابلاغ بکن ولایت حضرت علی رضی الله تعالی امامتش رو. خب این یک تفسیر هست، یک سبب نزولی هست که برای این آیه در واقع بیان میکنند. خودش یه خیلی هم برای این پافشاری داره و سبب نزولی که واقعی هست و حقیقی هست این مطلبی هست که من خدمت شما در واقع ذکر کردم که این سالها قبل از این جریان حجة الوداع رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و قطعا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مثلا تعداد خیلی زیادی اون گونه که مثلا شیعه ادعا میکنن در آخرین حج که رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، بنابر روایاتی که علامه امینی در مقدمه کتاب خودش در کتاب الخدیر جلد 1 صفحه 9 در واقع مطالب را ذکر کرده، آماری رو داره که بعضی گفتند که 90,000 بودند با رسول الله، بعضی گفتند که 124,000 بودند که همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، یا بنابر روایات دیگری که در قدیر میگن که 120,000 نفر همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. حداقل تمام کسانی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند جز اصحاب ایشان بودند، جز شاگردان و تربیت یافتگان و جز کسانی بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول دوران نبوت 20 ساله 3 ساله خودشون در واقع تربیت کرده بودند. نیازی به این نبود که کسی بیاد نگهبانی بده به رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون مطمئن بوده. قطعا این آیه قبل از این در واقع نازل شده. اما در مورد این که هدف از این آیه این هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ شده که ما شما را در حفاظت خود نگه داشتیم، نیازی به نگهبان در واقع نیست، الله متعال تضمین کرده که شما را حفاظت بکند. این مطلب در کتاب‌های شیعه اومده، به طور مثال از کتاب بحار الانوار جلد 15 هست، 15 و 16 هست که در اینجا این مطلب را به صورت کامل و صراحتا در اینجا ذکر کرده. دوستان اگر اینو نمایش بدن، کتاب بحار الانوار هست، این کتابی خدمت بینندگان عزیز هست و جلد 16 این کتاب هست و صفحه 258 صفحه 258 در روایت 38 هست، این هم از فاورا علامت گذاشته، یعنی از تفسیر فرات اینو نقل کرده با سندی که هست در اینجا. قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتحارسه اصحابه، اصحاب پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را نگهبانی میدادند، برای پاسبانیش در واقع نوبت به نوبت میرفتند و کشیک میدادند. فانزل الله تعالی الیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه نازل شد والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین الی آخر الآیه. قال فترك الحرس حين اخبره الله تعالی، این نگهبانی رو رها کردن زمانی که این آیه نازل شد. گفتن دیگه نیازی به نگهبانی در واقع نیست. انه یعصمه من الناس، گفتند که الله متعال در واقع ایشون از مردم حفاظت میکند. به قوله والله یعصمک من الناس، که الله متعال شما رو از مردم در واقع حفاظت میکند. این مطلب هست و همین مطلب رو با تعبیر دیگر در یکی دیگر از جلدهای کتاب بحار الانوار که جلد 22 این کتاب هست، این مطلب را در واقع به گونه دیگر در اینجا آورده و ذکرش کرده در کتاب بحار الانوار جلد 22 و صفحه 249. دوستان نمایش بدن. در اینجا می آورد و کسانی رو که نگهبانی میدادند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم،
حراست یعنی نگهبانی از رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگه سعد ابن معاذ بود یکی حرسه یوم بدر و هو فی العریش و قد حرسه ذکوان ابن عبدالله و باحد محمد بن مسلمه و بالخندق الزبیر و لیلت بنی بسفیه نوشته در اینجا و هو بخیبر سعد ابن ابی وقاص و ابو ایوب انصاری و بلال و همچنین زیاد ابن اسد در شب فتح مکه و کان سعد بن عباده یلی حرسهم فلما نزل والله یعصمک من الناس ترک الحرس. زمانی که این آیه نازل شد رسول الله صلی الله علیه و در واقع این نگهبانی رو ترک کردن، گفتند که نیازی به این نیست که در واقع کسی برای ایشان بیاید و نگهبانی بده. درست.